بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ شبتون بخیر، شبتون ختم بخیر انشالله با یه برد شیرین مقابل آمریکا و کسب امتیاز و صعود به مرحله حذفی جام جهانی. دعا کنید مردم که انشالله صعود کنیم. اگه یه وقتی هم حالا خدایی نکرده این اتفاق نیفتاد، بازم پشت تیم ملی کشورمون هستیم. اصلا این برنامه رو تقدیم میکنیم به بچهای تیم ملی و آرزوی موفقیت داریم براشون. آقای شهبازی هم از قطر برامون آیتم فرستاده، حتما میبینیم. قسمت 24م پاورقی رو تماشا میکنید عزیزان. آقای شهبازی هم دیشب بازی اروگوئه پرتغال داخل استادیوم بوده، بریم ببینیم که چی برامون فرستاده. حتی توی بازی پرتغال و اروگوئه هم پرچم فلسطین رو میبینیم. آوردن دارن تکون میدن. سلام، الان بین دو نیمه بازی پرتغال و اروگوئه است. خیلی تجربه عجیبیه بودن در بین هوادارهای این تیم‌ها، مخصوصا تیم‌های آمریکای لاتین. بازی آرژانتین و مکزیک اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. واقعا به شکل غریبی هواداری میکنن و یک ارق خاصی دارن. نکته جالب اینه که حالا من امروز که رفته بودم یه سری زدم به مرکز فروش بلیت فیفا، میدیدم که خیلی ها هستن که اومدن بلیت این بازی رو تهیه کنن، یعنی چند هزار کیلومتر از آمریکای لاتین اومدن اینجا و هنوز بلیت ندارن. خیلی از هوادارهای اروگوئه هستن که الان بیرون ورزشگاه توی کافه ها مثلا نشستن و دارن این بازی رو تماشا میکنن، یعنی بلیت ندارن. هواداری اینجوریه. ما با آمریکا بازی داریم. خیلی 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 دلم میسوزه واسه اونایی که نمیتونن لذت هواداری رو درک کنن. ایرانی هایی که شاید به هر دلیلی حالا این توفیق رو واقعا نداشته باشن که خوشحال بشن از برد ایران، یا خدایی نکرده اگر ما حتی ببازیم همراه بقیه مردم ناراحت بشن. لذت با همدیگه ناراحت شدن، با همه مردم کشورت ناراحت شدن هم چیز خاصیه که اونهایی که به هر دلیلی واقعا چی بگم میخوام یه چیزایی بگم خودمو سانسور میکنم، اونایی که به هر دلیلی نخواستن که کنار مردم باشن واقعا ازش محرومن. انشالله میبریم، با همدیگه کیف میکنیم، با همدیگه خوشحال میشیم و مثل مردم آمریکای لاتین از برد کشورمون حال میکنیم. همین اول کاری قبل از اینکه بریم سراغ آیتم‌های برنامه یه نکته بگم. دست به گوشی باشید. بازی امشب مقابل آمریکا، گوشی رو یه جایی بذارین، ضبط بزنین، حتما افقی باشه. شادیای بعد از گلتون ان شاءالله اگه گل بزنیم می‌خوایم پخش کنیم داخل برنامه. حتما اینا رو ضبط کنید، به اون بفرستید، ان شاءالله که میبریم. همین حالا تو فضای بازی ایران و آمریکا هستیم. اول این خبر رو بگم. صفحه رسمی تیم ملی آمریکا عکس پرچم ایران رو بدون آرم الله وسطش منتشر کرد. بعد که دیگه ایرانی‌ها رفتن از خجالتشون در اومدن، اصلاح کردن و رسما گفتن که ما غلط کردیم، دیگه از این کارا نمی‌کنیم. ولی ببین آمریکایی‌ها هر جور شده یه جوری باید یه اذیتشون رو بکنن. حالا داریم براتون. مثلا خبرنگارامون توی نشست خبری تیم ملی آمریکا رفتن از سرمربی آمریکا یه سری سوالاتی پرسیدن که خیلی باحال بوده. بذار از زبان ایران اینترنشنال بخونمشون که لذتش دوچندان بشه. نوشتن که سرمربی تیم ملی آمریکا با سوالات عجیب، غیر ورزشی و کاملا سیاسی از سوی خبرنگاران ایران مواجه. حالا سوالات چیا بودن؟ اینکه چرا ناوگان آمریکا خلیج فارس رو ترک نمیکنه؟ چرا ایرانی‌ها نمیتونن به راحتی به آمریکا برن؟ چرا چند درصد از مردم دنیا از پیروزی ایران مقابل آمریکا خوشحال میشن؟ از اینکه سرمربی کشوری با تبعیض علیه رنگین پوستا هستین راضین، اذیت نمیشین؟ و از این دست سوالات. چیه فکر کردین فقط خودتون میتونین که سوالای سیاسی و غیر ورزشی و اینا از کیروش و بازیکن‌های تیم ملی ما بپرسین، تمرکز تیمو به هم بزنین؟ نه، ما هم بلدیم. اینجوریه. یه اخباری هم همین روزا پخش شده از اعتصاب کامیونداران. یه فیلمی منتشر شده در این باره. اول این فیلم رو ببینیم، برگردیم بهتون بگم.
آقا همین الان تو جاده شیراز مردشت تیر زدن تو ماشین پشتریمون. یا کنیم یه هم وضعیت آینش یه هم وضعیت خودمش. اعتصاب اجباری، اعتراض اجباری، اغتشاش اجباری، همچون اجباری، انقلاب اجباری که دیگه نداریم که، نه اینجوری نیست. یا مثلا ایشون که نوشته اعتصاب کامیون ها حتی اگه نصف نیمه هم اجرا بشه کمر حکومت میشکنه. یعنی تا دیروز میگفتن اون اولا که یه هفته‌ای کارش تمومه، شنبه دیگه گودبای پارتی، همه مردم به ما پیوستن، دیگه تموم شده فلان. الان رسیدن به این که حالا نصف نیمه هم اگه بشه کار ما راه میفته. نه، شوخی با راننده کامیون هم شوخی. چون ما اروپایی نیستیم، میدونین؟ چون چشای هیچ کدوممون آبی نیست، چون کله هیچ کدوممون بور نیست، چون ما هیچ کدوممون شناسنامه‌مون صادر از این اروپا و آمریکای گفتی نیست، چون ما مال جهان سومیم، شغلمون مردنه. این فیلمی که دیدین مال لوکزامبورگ بود. یه عده رفتن جلو ساختمان یونیسف تجمع کردن و شعار میدن و اینا. بعد میبینه که هرچی بیشتر گلوشو پاره میکنه کمتر محلش میدن. بعد اینجا یه اعترافی میکنه، میگه ما رو آدم حساب نمیکنن چون ما چشم رنگی نیستیم، موبور نیستیم و این حرفا. یعنی با این همه ادعا که ما خارجیم و چقدر خوشبختیم و شما توی ایران چقدر بدبختین و این حرفا، اعتراف میکنه که ما اونجا شهروند درجه 2ایم، آدم حسابمون نمیکنن. حالا اشکال نداره، بلندتر داد بزن، شاید به جای دادزن یه جا استخدامت کردن. بله. اما رسیدیم به بخش باغ اروپا. این فیلمو ببینین، نمیدونم مال کجاست، رفتاراشون میخوره مال آمریکا باشه. حالا ببینین اول فیلمشو، هرچی هست مال غربه. من هرچی نگاه کردم نفهمیدم که کی طرف کیه. یعنی طرف کمک میکرد، دستشو میگرفت بلندش میکرد، 2 دقیقه بعد با صندلی میزد تو سر همون. خیلی وضعیت طرفداریش معلوم نبود. الحق که بهشون میگن غرب وحشی. البته قدیما معروف بودن به غرب وحشی، الان به خودشون میگن باغ، به بقیه دنیا میگن جنگل. ببین شما باغ هم باشین، باغ وحشی. بله. یه فیلم دیگه هم ببینین، اینم جالبه. این فیلمی که دیدین مربوط به بلژیکه که مردم اعتراض دارن و ریختن داخل خیابون و اینا. حالا به نظرتون این دعوا و درگیری ها سر چیه؟ مسائل اقتصادی. نه داداش. محدودیت‌های کرونایی. نه آقا. اعتصابات کارگری. نه بذار بگم دیگه، وایسا. به خاطر فوتبال. تیم ملی بلژیک جلو مراکش 2-0 باخت، اینا ریختن داخل خیابون رم کردن. آقا این کارا چیه؟ آرژانتین جلو عربستان باخت، از این ادعا در نیاوردن. ژاپن آلمان رو برد، آلمانی‌ها از این کارا نکردن. بعد شما که دیگه بلژیکین دیگه، این کار مثلا می‌خوایم بگین که ما ستا رو کجا میبرین؟ بلژیک دیگه. همچین مثلا اعتراض میکنن انگار همیشه یه پای فینال بودن، حالا مثلا در آستانه حذف قرار گرفتن. دست فردا ما 6 تا خوردیم، دفعه بعدی سرمون رو گرفتیم بالا 2 تا زدیم. یاد بگیرید.
خب یه سرم بریم به سلطنت طلبها بزنیم، چند وقت سراغشون نرفتیم. این توییت خیلی باحاله. گفته که دختر اول شاه 82 سالشه. شاه با ثریا ازدواج کرد. اگر فرزندی می داشتن 72 سالش بود. ولی شانس آوردیم ولیعهد الان 62 سالشه، نه بی تجربه است نه پیر و از کار افتاده. حالا اینکه مثلا این ولیعهد تجربه از کجا آورده، اینکه بالاخره نوجوان بود رفته یه کشور دیگه و بعد اونجا هم با پولی که از ملت ایران دزدیدن داره زندگی میکنه، تجربه چی داره نمیدونم، این بماند. نکتهش اونجاست که بچه نبوده شاه و ثریا رو هم این روبه پهلوی رو میزنه تو سر بچه نبوده، میگه اگه بچه داشتن اینجوری میشد. خب اگه بچه داشتن که اصلا اونو ول نمیکرد بره اینو بگیره که، خب چند تا بچه دیگه هم میآوردن اصلا سنشون کمتر از این روبه پهلوی هم میشد. چی میزنین از این تحلیلا میکنین؟ ساقیتون رو معرفی کنین خواهشن. یه فیلمی هم ببینیم از آقای فخرآور، به قول خودش خواهرزاده رضا شاه. اینم یه چیزای خوبی میزنه، هر چی از تحلیلاش نابه واقعا. ببینیم. درود یاران و همراهان عزیز. خیلی از بچه‌ها سوال میکنن، میگن شورای انقلاب چی شد؟ خب تا اونجا که میتونستیم کار رو انجام دادیم. من اومدم روز 40 انقلاب بود که یک سری اسامی رو نوشتم روی توییترم، خیلی هم سر و صدا کرد. بعد یه دزد موفرفری هست که حدود 24 ساعت بعد ایده رو دزدید، رفت همون اسامی رو آوردن دور همدیگه جمع کردن، بلیط گرفتن برای همدیگه، چاشنی نیایاکش هم زیاد کردن. آخه شورای انقلاب ایده ایشون بوده، بعد ازش دزدیدن بردن، اینو هم راهش ندادن داخل شورای انقلابشون. ببین دیدیم مثلا بعضی وقتا توی جمعای رفاقتی یه رفیقی هست هیچی با این حال نمیکنه، ولی خب به هر حال رفیق جمعه، همه میخوان یه کاری بکنن اینو میپیچونن، مثلا میرن سفر. این فخرآور بدبخت هم همینجوری، همه میپیچوننش یه کاری انجام میدن. ای بدبخت. یه فیلمی هم ببینین از این سلطنت طلبها، فقط قبلش بیماران قلبی بچه‌ها اینا رو دور کنین از جلو تلویزیون. ما خیلی دلمون میخواد البته که بچه‌ها هم بتونن برنامه رو ببینن، ولی خب بعضی وقتا اینا یه کارهایی میکنن که میگیم حالا محدودیت سنی رو رعایت کنیم، یه وقت بعدا مشکلی پیش نیاد شاکیمون بشین. ها ببینیم فیلمو. چی بودین؟ بابا تو اون کشوری که دارین زندگی میکنین اونا هم شهروند دارن، حقوقی دارن، حق دارن شب راحت بخوابن. خب چه غلطی کردن باید تو کشوری باشن که شما اومدین داخلش از این کارا میکنین؟ اصلا یه کاری کنین، بیاین همون تجمع کنین، شعار بدین. شعار میدادین 1 2 3 4، اون خیلی بهتر بود. لااقل آبروی آدمو نمیبرین، خودتون به درک. برای ما افتلاتی داره. میان بقیه میبینن میگن اینا اپوزیسیونای جمهوری اسلامی ان. زشته واسه ما. یا این یکی فیلمی که اصلا شاهکار راز بقاست. خدا وکیلی من هی منتظر بودم یکی اون وسط بگه کی بود که گفت قاتینگا، کی صدا زد پاتینگا. آقا خدا وکیلی اگه تو ایران هم جایی دارین اینجوری اعتراض میکنین به ما هم بگی، ما هم بیایم تماشا، حیف از دست بدیم. یکی هم توییت زده نوشته که شاهزاده به اعتصاب کننده ها داره پول میفرسته برای مشاغل حساس دولتی، نمیگن که راهش کشف نشه. شاهزاده داره پول میفرسته. این پهلوک گورش کجا بود که کفن داشته باشه؟ این 40 سال دستش تو جیب ننشه، تازه مادرشون از پولای ایران داره خرج میکنه اونجا. همینی هم که دارن زور میزنن برگردن به ایران واسه خاطر اینه که هرچی بابا و بابا بزرگش ندادن و نفروختن بفروشه برگرده. پهلوی این خرجایی که داره آمریکا و بقیه کشورها اینا علیه ایران میکنن و به اسم خودت فاکتور میکنی، میگی از جیب خودم دادم.
عجب مارموزی هستی. یه توییتی هم یکی زده خیلی عجیبه اصلا. یکی گفته آمریکا و اسرائیل هفته آینده برای حمله احتمالی به ایران رزمایش مشترک برگزار میکنن. بعد یکی پرسیده که حمله به جمهوری اسلامی یا به ما؟ اصلا سوالو ببین چقدر شاهکاره. جوابه که دیگه فوق العاده است. گفته به جمهوری اسلامی. آمریکا دیوونه نیست که به مردم حمله کنه. آره آمریکا دیوونه نیست، آمریکا هوشمنده. بمباش هم هوشمندن. مثلا بمب یه جایی بندازه بعد میپرسه بمبه که شما مخالف نظامین یا نه. اگه مخالف باشن بمب دیگه عمل نمیکنه. همینجور که توی افغانستان و عراق مثلا بمب انداختن، بمب فقط حکومت رو زد کاری به مردم نداشت، یا تو هیروشیما اینا همینجور. یا این یکی که اینم عجیبه، من بابت ادبیاتش هم معذرت میخوام ولی خب ببینید چی میگه. گفته که اگه آمریکا به ایران حمله کنه چیکار میکنین؟ خودم میرم با یه پسر آمریکایی دوست میشم. ببین اولا من بگم آمریکا وقتی به جایی حمله میکنه خانواده رو ور نمیدارن ببرن. اونی که میاد تو اون کشور سربازه، خب پسر نماینده کنگره نیست که با هم دیگه بریم پارتی. این اولا. بعد یکی بهش جواب داده گفته چرا فکر میکنی یه پسر آمریکایی باید با یه دختر که به کشورش حمله کرده دوست بشه؟ جوابو نگاه. گفته به کشور حمله کرده، به مردمش که حمله نکرده. یعنی اساساً تصورش از جنگ حتی در حد بازی‌های کامپیوتری و برنامه کودک و اینا هم نیست. رسما فکر میکنه که خرس‌های مهربان میخوان وارد یه جایی بشن. یه سر دیگه هم بریم قطر رو برگردیم ببینیم که آقای شهبازی چی آماده کرده برام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قبل از بازی ایران و آمریکاست در خدمتتونیم. این نکته رو بگم که بازی امشب تو ورزشگاه سمامه است. شاید بگین چقدر اهمیت داره؟ خیلی اهمیت داره، چون ممکنه یه ورزشگاه دیگر رو به جای این ورزشگاه بهتون غالب کنن. یعنی مثلا ورزشگاه ایران و ولز ورزشگاه بن علی بود، بعد منوتو برداشته بود روی ورزشگاه خلیفه الخلیفه یه سری شعار گذاشته بود، صوت گذاشته بود، اونو به جای ورزشگاه بازی ایران و ولز غالب میکرد که بله ببینید اینجا شعار دادن. ببینید فیلمشو. بعد اصلا آقا فرض کنید شعار دادن، با شعار دادن چی میشه الان؟ حالا 4 نفرم یه شعار دیگه ای بدن. مثلا الان دیشب تو بازی پرتغال اروگوئه اون یارو پرید، هم پرچم همجنس بازا دستش بود، هم نمیدونم پشت بدنش شعار نوشته بود. چی شد اومد تو زمین؟ الان چه اتفاق عجیبی افتاد؟ جز این که همه فهمیدن که آقا شما با همجنس بازا و نمیدونم دلغک زلنسکی اوکراینی و اینا با هم دیگه اید. اتفاق دیگه ای افتاد. چرا؟ آقا ورزشگاه امشب ورزشگاه سمامه است، اونجا قراره بتره کنیم. خب به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که پاورقی رو تماشا کردید. یه چند ساعت دیگه بازی با آمریکا شروع میشه. خیلی حساس، هممون استرس داریم. ان شاءالله که میبریم. دعا فراموش نشه. ما قول میدیم که اگه بازی رو بردیم آقای خیابانی عزیز موهاشو بزنه. این از طرف ما قول به شما. پاورقی رو تماشا کردید. میبریم ان شاءالله. میبریم. یا علی مدد. خداحافظ.